سلام. میگن زمانی که کافکا به دلیل بیماری به برلین نقل مکان میکنه، توی پارک دختر بچه‌ای رو در حال گریه کردن میبینه که عروسک مورد علاقه‌ش رو گم کرده. کافکا و دخترک تمام پارک رو برای پیدا کردن عروسک میگردن ولی پیدا نمیشه. کافکا به دخترک میگه فردا دوباره دوتایی دنبالش میگردیم. روز بعد کافکا نامه‌ای رو برای دخترک میخونه که توسط عروسک نوشته شده و به دخترک گفته گریه نکن و ناراحت نباش، من به سفر دور دنیا رفتم و از ماجراها و اتفاقاتی که در سفر دارم برات مینویسم. کافکا هر روز نامه‌ای رو از طرف عروسک برای دخترک میخونه و دخترک از شنیدن ماجراها کلی لذت میبره تا یک روز که کافکا عروسکی رو با خودش به پارک میاره و دخترک با دیدنش شروع به گریه کردن میکنه و این اصلا شبیه عروسک من نیست. کافکا نامه دیگه رو برای دخترک میخونه که نوشته مسافرت باعث تغییرش شده. دخترک عروسک رو با خوشحالی بغل میکنه و اونو به خونه میبره. 1 سال بعد کافکا میمیره و دخترک سالها بعد که یه دختر جوان شده نامه ای رو از داخل عروسک پیدا میکنه که نوشته هر چیزی رو که بدان عشق می‌ورزی احتمالاً زمانی از دست خواهی داد، اما عشق به طریق دیگری به تو باز خواهد گشت.